راست بیا امان حسین راست اسماعیل همون پیایی که پیل داشت که سی شناسنامه ایمون زنجایزگی سر نخری دوستان فکر نام شناسنامه دوسته کاشی شناسنامه دوسته بود خدایا خود کمک اسماعیل کن امیدوارم که با دست بار اومره بود چند ساعت این واسه ملانه اومد خبری اشنا بری خیلی انزله میره اونم سکر یکن بلای سرش رفته بود یا خدا خود کمج اسماعیل خیلی دلان شوریدن کازی تربیه اسماعیل بکوره خیلی دلان شوریدن یا خدا خود کمج اسماعیل خیلی دلان شوریدن اسماعیل یا بیا خوشه خدایا شکر چومه خدایا شکر چی میزنم؟ نه اسماعیل من مستعدم نشستمه شتم نمیدونم حتی رفتم من خیلی زلم را خیلی دیروم حتی رفتم شناسنامه تنه دوست بیدی گه دیوم بود ایده سر روزه اومد اونه تو و راسته ایزش یه احتمال ایدم که شاید با اون شناسنامه ما اوورده به اونم خدایا اونم برام خونه مونه تو بیام اول با تو مشورت اسماعیل خب ما چند وقت رفتیم بعضی موقع نشان میومد کشته نوری هم مطمئن بوده کشته نوری شاید زهرا و بیا سر بزنه اونه تو ولی مطمئن مونه با او تیاورو مجده بانه زینه وقت شاید از چی خموی ریم او رو نبود شاید از چی خموییم داخل کو بیان او رو خمو خیلی نونیم شاید بیسه همو رو بود هر کاری که او مسیح انجام هر کاری الانم خمونه نباید نراحت سی که الان موت تی شتم بیتر موت نباید هم ساکت مطمئن بود که درستی بامد خیلی ویژران تجربی اسمان سختی داره بالا پایین داره ولی آخرش بشن که آدم باید یک کار باید بشکنی پشت ماشین اسمان بعد گفتم ماشین خرابی کنم ماشین خراب راننده در راننده می اگر به یاد ربی گیزنی بید یاد بود سندویچ بذاری خب روشنابی؟ روشنش کن
داره. بلیغ داره. آفرین. گاف. وای ماشین خرابی کنم. خیلی ممنون اونجا
Favos. Hayda. Hayda. Haydi çekin iki yıl. Çekini. خودی چکنی می تمایام کنه نبینم الان باید اداره کنیم های میبودین شناسنامه دیگردیم hayda. شناسنامه چی؟ شناسنامه مو شناسنامه دوستا هیچ حیثی شناسنامه که کنه نمک تو شناسنامه تی بوی نید مو هر کاری کنید استفاده چکنی میدی اونه شناسنامه من هرسومه چند وقتی کردیم نیستوش هایده حتما بود برداشت من دست باش چند چه بونه ببینم بونه نیدن دو اصلا نمیم کنید ما خواهم از بس چند رفتم سکار اونم چه مردج رفتم اصلا رو ندارم حالا از خوبه هایده آقا نزدیک کار کنم نبا هایده ما خیلی مستحفظ داشتم شناسنامه به چکنی نخوره تو من واجبانه نیست کردی شناسنامه شناسنامه نیم یه جایی چه ایشا پیاش بکنیم و یاسونیم هایده ما سملا وقتی سی شناسنامه مونه خدایا اسماعیل میره نزیر رو چردم ایره دنبال شناسنامه مگه و یه طرف دنبال شناسنامه مگه ایران تو فکر کنید به او وهمی آسونیم یا شناسنامه اینه و ما چیز برداریم مثل مجبا فرار مگه کنیم بو آیده مگه بو یعنی جوش مرده باید یه خورده ای و خوش بیا بیا با خوش میاد فکر نکن چیا بتره اسماعیل تو باید و مجبا خیلی مچه آیده موضوعات بعد خوش درسته خوشم گرفتاره خوشم دونم ستوری هایده ماشیگم ایگو مجدبا گرفتار بشه گم بتای رو لاغت من مشکون سکنیم چون مجدبا ای رایده رفته مجدبا یک 3 سالی با خان مشکل داشت حتما ایدونید ایمات سکنیم ایستد خان ستوری اصلا رفتی نه هیچ حالا نرفتیم که خان نمیشتم هایده ای بدین توی گرده نه؟ خبریارم خیلی به دست نشد چی اجرفتم ده هیچ وقت آزاد اون نیکیم هایده دونه تو دوشی سن چردیه تو لایگاه باقت بس مجبورم هایده من خواست نمیدونم یک که روزگاه بقیلی که اصلا نه اسمش شناختم نه اصلا نشناختم دونه دارم دونه والا باقلام هیچی هم دست خون برنیار چه بخوام سکنم خواستم یه چند قد بیم پی شرایطش نواری هایده خواستم بیام پی اگر بیای تیبه من همون خسیم ایشانه لویده خودونی خسیم زیاد تو قابند خانه اگر بیام ایشا اگر حتی بیای نزدیک من وابون خسیم لو تویده
هایده نونید نیده و هر دری زنید دسته ای هیچ نمکمت مونیدیم لبو نمیشه من به بچه بچه اون سالیبان ایلو نمید هر وقت یا میرو تا با اون دی یه دفعه نام هم موجبان دیو ایسان شانس اسماعیل دومن نه شماره ای نه گوشی نه چی جان زنگ بزنه خداکر سیتی خانواده ما با تو را بقیه هی قشنگ زندهشون کنن ایران یا هم خانواده ما تنها تو را بود هایده خانواده شاه با دایه آمدیده کنن زلخان میدید هوا هزتیده چون سنادی خانم سنارو و هوا آقا بچیست اصلا نمد کلی فراریا بیره هوا بو نه با اون اتفاقا با او باخانه اگر ایما با اونو بترس پشمو بیه کلان ای هونه نه ای زندگی نه ای چیه گیفروتیم و ای کلان ای رفتیم یه زایده زندگی چردیم سیخون من یه محله ده من یه روستای ده پیش هم میشناسیم بترس یه پیل یه تیم دست مو بیه ولی بس اینه که با ایمو طرفدار خانه اسماعیل دونی آدوسان لازمه مجب خوابی آقا دور خانه توی رایت که اگر این خشت باید خیلی سر تلاش کنیزیش باید تلاش آیده کنی من تمام وجود مینام سی تمام تلاش مسی شیکنم اید برم من با هیچ چبوی به زور میکاره اشلون نه آیده اید ور آقا موقعی که ما تا ایدون ندیم میرمون رام دلیه دو چند وقتی قبول رفتیم دارم الانم آقا ما الانم باش بگم بره نیر آیده نیر خب مزار بارش گفتم اگر دونی که با مو سخت تیگذره زندگی خود بهتر بی من هیچ وقت بجام نخواهد سختی زندگی کنی برای تیگ به اوتو رو زندگی آیده قبول نچه ایگه من فقط هر جایی که بوی میخوام با اسماعیل قبول دارم تو آقا موجبان هم نی زینب هم نی نه دور خان بیچی قص سختش جلوت نه حلا هم هی سخت دیری کنه من همی جوته موجبان جوته زای دیری خنا رفت دی شد قص سخت چشین تا حلا این سختی چشین یکم کشونه و اجدادونه تو رفتی دور خان عاشق خود چردیه پس چه در نظر جفتی آقا تو دور خان تو خان با او تو باید یه بلای واسه شاره جوت یاره دیت یاره اتفاقا تناش اینه که بلا واسه اشنی بره می به او یا بیا برای با صحبت کنه خان قبولی کنه با او یه رایتی بیشتر نیست به اون ایتن مبین به اون ایتن مبین به او بیشتر ای سرباز لیار سی خان بیشتر کارل به او سی خان انجامیده تو نونی همین سم باور که داره سی خان کاری کنه ولی خان نیا بگو آقا اسماعیل درسته هی سی خان کاری کنه ولی نه که بخواب یا همه تینه خان در اختیار به او بجاره این خانه با خانزادیت فقط عروسی کنه دوارش نیدونه خانزادیت الان نیدونه رایت قبول نیک یا دوستا قبول نیک نه یه قبولی کنه نه همو بعدشم زندگی و تن آن چقدر خواه زندگی هایده میدونم اسماعیل خیلی سخت میشه بدونم عجیب بخواب با این نمیشه دونم هایده ولی اسماعیل واقعا به تایی دل دوست دارم حاضرم زون نمسیش کنم میشه واقعا خیلی خوشحالم که مثل تو زینب جیش جوی نومه باز از یه طرفی باز خیلی سیتون ناراحت هم که یه خسی جیب کار تو آبیه با خواهم مغزارا هم نیترین کاری کنیم هرچی هم بابامون صحبتی کنیشان بایی منه دونیست تو واقعا یعنی همه تلاش مونمه وزارا مصدویمون و رمت خواه با اون زیاد حرف آنسنانی گوشمونی جرا چه بخیم هایده من دونم می چند سال هم خون دونستم که با دو پیرم خانه ایو نه هونشون خون این همشه دونم ولی عجیبه خیلی مثلا اسماعیل بگید من خیلی سختم و عجیب سنگون به احترام برم اسماعیل لون میخواد واقعا سختی دل کشید یه سیکنه یه سختی رسیت تعملی کنه دیگه من تازه یه شی گفتم دیگه یه بخاطر من هر چیزی چند بار هاش گفتم برم میخوام بخاطر من بیافتیم درد سر ولی وقتی عشق پای عشق در میون بود میابویم هیچ وقت من اول بارم که اسماعیل دیدم مثلا خیلی برش بسلو میشن چند وقت بعدش خیلی خوشیشون داخل زندان نجات داشتم اسماعیل واقعا از ته دل دوست دارم هایده حاضرم تا عمرم داخل کوبیابون فقط با اسماعیل زندگی کنم اگر اسماعیل هم میگه خیلی سخته میده
نونم هایده الان اگر به نظرت به اون خبرش داری یا باید صحبت کنی راضی بود شناسنامه منه بدون من بیا با خواهم صحبت کنه نبینه شاید اگر ببینمش اسماعیل من سنباری امیری تو باش صحبت کنم اتفاقا زینب او رو بگم صحبتی چه که با صحبت کنم دست سرم و حاکان برباد هایده ناره هایده دونی جریانشونه دونی جریان مجربان دونی که ما ایخوای سنی دایان شد دونو برای یه زنی های پیاکن سی مجربا هایده دونو مجبا قبول نیم مجبا نمیشناس باز سیت بای تو را سیتی نباید شاد روز زندگی کنی اسماعیل آقا شناسنامه ایشا ایدونی باید به اون تعقیب کنیم من نیستوش نمیمش من هم نمیشه من هم یه 4-5 ساعت من حالا هم باید برمونم نبینیمش به اونم هایده برای تامیت 4-5 روز بیام تی تو بیا ولی آدرسا نمیتونی بیا دیزاین ناریم برای میخواستیم شهر بس یه میدورم شب ما برای ماشین فعلا خواستیم هوا یا گرمه. ماشین خواستیم هوا گرمه فعلا خونه بجا بیته مخ ظالمه رو دوباره بیا و رو خسیم نخدونیست دوی لو تویده دوباره آره من بیت خیلی بدتر روزانه ذاتی ما اسماعیل اجاق مرور هایده بیفت داخل دردی سر من نیافتم در سر تو یافتی در سر من خسیم رو دوباره اطلاع دیشا هیچ شپیات نیست چه کردین اگر بیانی رو خسیم لو تویده خان یاد از جای تو کنی برد بیا بوشید تمنه به اونیا باید تمام تلاش میکنیم که به او بیام چون کنیم اسماعیل اومده زاین ناری